دوز هستم، لیاف میدوزیم. سابق در ایران کار کردم، چند سال 10-12 سال در ایران کار کردم. بعد از آمدن در اینجا حدود 10-12 سال دیگری که اینجا لیاف دوزی دارم، لیاف میدوزیم. اینجا دیگه فرمایشات مردم از عروسی مرسی میشن، میان اینجا فرمایش میدن از قبیل لیاف، تشک، تکیه، پالیش، نمیده چیزا جور میدن. بس مردم اون فرمایش میده، بس دم فرمایشات جور میستم برن. همه مردم میبرن دیگه، حتی زیرات میبرن، مزار میبرن، کابل میبرن، دیگه همی اطرافا اینجا میبرن، اطراف غزنی مثلا منطقه مالستان، جاغوری، ناهور اینجا میبرن. این فرمایشات میده دیگه در روز یک استرا فروش میبرن. اینجا دیگه کار نمیکنه، دیگه کس کار نمیکنه، فقط همی چرخ کار دارم، یک کارگر چرخ کار دارم که چرخ کار منه دیگه. خود ما لیاف میدوزیم دیگه. فرمایشات مردم که ما خودم تحویل میگیرم، بس میدوزیم برایش. یک دانشی یک روز مبره، 2 روز مبره، 3 روز مبره، نظر در فرمایشات شده دیگه که چی دیزاین های کار دارن، چی مدل های کار دارن. لیاف اگر شم در حساب متراج شد 2 نفری 2 متر و 30 سان 20 سان برش، 2 متر 70 سان بلندش. برای یک نفری هایش باز 1 متر و 80 سان بلنده چیز برش میگیریم، به حساب 2 متر و 50 سان طولش. از 1000 است تا 2500 3000 تا 5000 7000 یک چیز هست. استریباستا 10000 10000 6000.